در ورزش هم سال 1400 سال متفاوت بود. ورزشکاران کشور در رشته‌های گوناگون پا به میدان‌های معتبر رقابت گذاشتند. تحول پسین هم پای شمار از ورزشکاران ناماشنا را به مهاجرت کشاند. اما اینکه در این سال چی دستاوردهای برای ورزش افغانستان رقم خورد، از اتفاقات ورزشی این سال هم خواهیم گفت. بیشتر در این گزارش. سال 1400 با تمام فراز و نشیب‌هایش برای ورزش افغانستان هم به پایان رسید. در این سال المپیک 2020 توکیو پس از یک سال تعویق برگزار شد. ورزشکاران افغانستان در رشته‌های تکواندو، آببازی، دوش و نشانه‌زنی اشتراک کرده بودند که هیچ کدامشان به مدال نرسیدند و دست خالی به کشور برگشتند. ما خودمان فکر می‌کردیم با این تحولات بزرگ شاید تمام داشته‌های خود در ورزش از دست بدیم، اما الحمدلله برای که از دست ندادیم، داشته‌های ما حفظ شد و دستاوردهای خوب هم داشتیم. در این سال در رشته تکواندو محسن رضایی ملی‌پوش این رشته برای نخستین بار در تاریخ ورزش افغانستان نشان طلایی مسابقات قهرمانی تکواندوی آسیا را به دست آورد. رضایی با شکست حریفان خود از کشورهای کویت، تایوان، پاکستان و کره جنوبی بر بام قاره کهن ایستاد. سال 1400 یک سال پر از خاطره برای عموم فدراسیون‌های ورزشی بود و با آن هم اکثریت فدراسیون‌های ما توانستند مطابق اون پلان قبلا داده شده برای ریاست تربیت بدنی ورزش و کمیته ملی المپیک برنامه‌های خود تطبیق کردند. فوتبال افغانستان هم سال 1400 را با پیروزی در برابر اندونزیا آغاز کرد. ملی‌پوشان کشور که در مقدماتی جام جهانی 2022 قطر نتایج قابل قبولی را کسب نکردند. در یک بازی تدارکاتی موفق شدند با نتیجه 3-2 از صد اندونزیا عبور کنند و در دومین بازی دوستانه در مقابل سنگاپور دیگر تیم آسیایی نتیجه بهتر از تساوی 1-1 کسب نکردند. بعد از آن بازی رسمی مقابل بنگلادش با تساوی 1-1 متوقف شد. در دیگر بازی در مقابل عمان پا به میدان گذاشتند که این مسابقات با نتیجه 2-1 به سود عمان به پایان رسید. در کرکت اما ملی‌پوشان کشور این سال را با حضور در رقابت‌های جام جهانی سپری کردند. تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های جام جهانی 20 آوره حضور یافت و در این رقابت‌ها تنها به 2 پیروزی دست یافت. تیم ملی 19 سال افغانستان هم در این سال درخشش خوب از خود نشان داد. ابتدا در رقابت‌های جام آسیا حضور یافت و سپس راهی رقابت‌های جهانی شد. در رقابت‌های جام جهانی تا نیمه نهایی راه یافت و با این مسابقات خداحافظی کرد. اما در رشته مبارزه‌های آزاد شاید سال پرفراز نشیب را پشت سر گذاشته‌ایم. در این سال جاوید بشارت سومین نماینده افغانستان در UFC راه یافت. بشارت در رقابت راهیابی توانست حریف اسرائیلیش را نقش بر زمین کند و با اقتدار کامل پا به قفس UFC بگذارد. این ورزشکار کشور که در لندن زندگی می کند نخستین پیروزیش را در UFC در مقابل حریف از کشور گوام رقم زد تا زنگ خطر را برای سایر حریفانش در این سازمان به صدا در بیاورد. در این سال حسین بخش سفری طعم شکست را از رناد اوندار در مسکو چشید و شاید رکورد سریعترین شکست سال را به سود خود رقم زده باشد. یک سال خوب بود دیگه. ما راضی هستیم از تمرینات. مسابقات بیرون مرزی نداشتیم، مسابقات داخلی و پروگرام‌های داخلی ما خوبتر بود. از چند شکست پیهم ورزشکاران مبارزه‌های آزاد که بگذریم، تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان شهکار کرد. 19 ساله های کشور در رقابت‌های مرکز آسیا با پیروزی در برابر حریفانشان توانستند به نایب قهرمانی برسند. اما سهیل حسن‌زاده ورزشکار مبارزه‌های آزاد کشور که امسال طعم مهاجرت را پس از سقوط کابل در امریکا تجربه کرد، توانست حریف آمریکایی‌اش را در سازمان LFA شکست دهد و شاید خستگی‌های مهاجرت را با این پیروزی جبران کرده باشد.
عبدالعظیم بدخشی مشهور به مرد نکاوتی افغانستان در این سال توانست مارسلو گاورلا از برزیل را در سازمان MFN شکست دهد و به امید راهیابی به سازمان‌های بزرگ دنیا در سال پیشرو چشم دوخته است. در این سال نصرت حق پرست خوش ندرخشید و دو شکست تلخ از دن هوکر نیوزلندی و بابی گرین آمریکایی در کارنامه‌اش ثبت شد و بدور از توقع هوادارانش امسال را به پایان رسانید. در شنا هم افغانستان در این سال یک نماینده به بازی‌های المپیک توکیو فرستاد و عباس کریمی اعجوبی شنای افغانستان هم ضمن حضور در رقابت‌های پارا المپیک که پرچمدار مهاجران جهان بود، قرار است عباس تا 20 روز دیگر در مسابقات کسب سهمیه پاراشنای پرتغال حضور یابد. یک تحول خیلی مثبت خوب در عرصه ورزش داخلی آمده. امیدوار هستم ان شاءالله که مشکلات‌های آتی که از حل شود و بتونن ورزشکارای قهرمان ما برای مسابقات برون مرزی اعزام شوند و از اونجا به نام افغانستان افتخار کنند. گفتنی است که در این سال تحولات سیاسی در افغانستان نیز سبب شد که شمار زیاد از ورزشکاران ناماشنا و مدال آوران رشته‌های گوناگون به ویژه بانوان کشور را ترک کنند و به مهاجرت رو بیاورند. روی وضعیت ورزش افغانستان و همچنان اتفاقاتی که در سال 1400 اتفاق افتاد، ظاهر نوری آگاه ورزشی روی خط اسکایپ از پاکستان با ما است. نوری سلام، وقتت بخیر. چگونه بود سال 1400 برای ورزش افغانستان؟ با سلام به شما و تمام بیننده های عزیز تلویزیون یک که مکنون ما را بیننده هستند. متاسفانه سال 1400 یک سال بسیار شوم و تمام مردم افغانستان به ویژه ورزشکارای افغانستان بود. متاسفانه قسمی که شما در جریان هستین، تحولات سیاسی منجر شد که تمام برنامه‌های کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی به هم بخوره و چیزی که اصلا قابل پیش بینی نبود اتفاق افتاد. متاسفانه در این سال ورزشکارای ما نتونستند در رویدادهای بین المللی و بیرون مرزی اشتراک کنند و خب دلیلشان ما پیشتر براتون گفتم که این مشکلات سیاسی در افغانستان به وجود آمد و امیدوار هستیم که در سال پیشروی که هست، البته با وجودی که زیاد امیدواری نیست که اتفاق یک مقدار مشکلات ورزشکارای افغانستان کاسته شود. درست. هرچند نوری در سال 1400 دستاوردهای هم برای ورزش افغانستان رقم خورد، چی فکر میکنی سال 1401 برای ورزش افغانستان چی یک سال خواهد بود و چی باید شود که جایگاه ورزش افغانستان حفظ شود؟ متاسفانه تا فعلا که هیچ کدام امیدواری نیست. در قدم نخست باید جهان حکومت امارت اسلامی را باید به رسمیت بشناسد. تا زمانی که حکومت به رسمیت شناخته نشود و هیچ رویداد بیرون مرزی رقم نخواهد خورد و قسمی که ما شاهد هستیم متاسفانه سال 1400 یک سال بود که ما بیشترین قهرمانای خود از دست دادیم و اونا البته در دیار مهاجرت مهاجر شدن و اکثریت اونا فعلا در یک بی سرنوشتی به سر میبرند و امیدوار هستیم که در سال 1401 اینطور نشه. البته تا فعلا خود جای امیدواری نیست، چون تا زمانی که به رسمیت شناخته نشه و هیچ گونه نمیتونه ورزشکارای افغانستان در رویدادهای بیرون مرزی اشتراک کنه. بخصوص امسال که ما را البته در سال 1401 یک رویداد بسیار مهم در کشور چین هست که مسابقات المپیک آسیایی است و ما امیدوار هستم که تا او وقت البته بعضی مشکلاتایی که سد راه ورزش افغانستان از حل شود و ورزشکارای افغانستان بتونن یک بار دیگر در رویدادهای بیرون مرزی که در 2018 ما 3 مدال برنز داشتیم باز هم در اونجا عرض اندام کنند. درست. امیدواری وجود داره برای درخشش ورزشکارای افغانستان به رویدادهای کلان ورزشی که فعلا هم تیم فوتسال افغانستان در ایران به سر میبره به خاطر آمادگی به مسابقات پیشرو؟ خب ورزشکارا تمام سعی تلاش خودم میکنن. البته قسمی که من پیشتر گفتم در صورتی که جهان باید ورزش افغانستان به رسمیت بشناسه و حکومت به رسمیت بشناسه، در صورتی که بتونن ورزشکارای افغانستان مستقیما اشتراک کنند و البته تا فعلا اوتور ما چیزی نمیبینیم که متاسفانه اوتور پلانایی نیست که سر ورزش افغانستان کار شده باشه و اوتور برنامه و طرحی نیست که ما بتونیم در یک رویداد جهانی و آسیایی اشتراک کنیم و توقع مدال داشته باشیم و ما امیدوار هستیم تا 4 یا 5 ماهی که در رویداد المپیک آسیا مانده یک برنامه‌ریزی منظم به ورزش افغانستان به وجود بیاید و باز هم ما بتونیم که حداقل یک دستاورد 2018 را باز هم رقم بزنیم. بسیار تشکر. ظاهر نوری آگاه ورزش از پاکستان از اینکه روی خط اسکایپ وصل شده.